چرا هیچکی راجع به این موضوع حرفی نمیزنه که اگه حتی همه چی خوب باشه باز هم یه چیزی انگار کمه. مغزت نمیذاره خوشحال بمونی. تحقیقات دانشگاه یل امریکا نشون داده که مغز انسان تمایل داره بیشتر روی تهدیدها تمرکز کنه تا شادیها. چرا؟ چون مغز تو برای بقا طراحی شده، نه خوشبختی. حتی وقتی اتفاق خوب میفته بخش آمیگدالا دنبال یه خطر میگرده. اما یه راه حل ساده داره: تمرین‌های کوچیک روزانه برای فعالسازی ناحیه پاداش مغز. حالا اگه خواستی بدونی چطوری، یه تمرین علمی برات آماده کردم. فقط کافیه کلمه پاداش رو این زیر کامنت کنی تا واسط ارسالش کنم.